گاهی اوقات وقتی که فایل پاورپوینت رو ذخیره میکنین و میبرین خب داخل مدرسه یا جای دیگه این فایل پاورپوینت رو اجرا میکنین، داخل فایل پاورپوینتتون خب قطعا از یه فونتای خاصی، از یه شکلای خاصی انتخاب کردین و اون فونتا داخل اون سیستم که اونجا اجرا میکنین یه سیستم دیگه هست، قطعا داخل اونجا نیست. حالا باید چیکار کنین؟ مثلا توی حالت عادی پاورپوینت اون فونتا رو اونجا نزدیکترین فونتی رو که شبیه اونه انتخاب میکنه یا اینا، ولی خب رو زبان فارسی خیلی وقتا پیش میاد که اون فونت کلا خرابه یا این متن اصلا متن دیگه نیست یا انگار هندی نوشتین، اصلا خیلی عجیب میشه. برای این جور مواقع پاورپوینت یک گزینه‌ای گذاشته که شما میتونید اون فونتایی که داخل اون فایل داخل اون پاورپوینتتون استفاده کردین داخل اون فایل، داخل اون خروجی پاورپوینتی که میگیرین ذخیره بشه. و قطعا موقع خروجی گرفتن حجم فایل پاورپوینتتون بیشتر میشه، خب چون فونت‌ها داخل ذخیره میشن و اینا. میزنین رو قسمت فایل، قسمت آپشن، میان تو بخش سیو، میان اینجا گزینه embed fonts in the file رو فعال میکنین. حالا اینجا دو تا گزینه داره، دو تا به اصطلاح رادیو باتن داره. اولی گفته embed only the characters used in the presentation که گفته بهترین برای کاهش حجم، یعنی میگه فقط اون کاراکترهایی از فونتو ذخیره کن که داخل این فایل پاورپوینت ما انتخاب کردیم. مثلا شما هر فونتی واسه هر کلمه یه دونه شکل خاصی داره، مثلا الف این فونت با الف فونت دیگه فرق داره و خب مثلا واسه الفش یه طراحیه، واسه اصطلاح سین یه طراحیه، اونجور چیزا. این میگه فقط مثلا من از الف استفاده کردم، داخل یه دونه تکست باکسی اون الف ذخیره کن، که خب اینم گزینه خوبیه. ولی خب پیشنهاد میشه این گزینه دوم یعنی embed all characters رو انتخاب کنید که یعنی کلا اون فونتی که استفاده کردیم برمیداره میکنه تو اون فایل پاورپوینت رو ذخیره میکنه و میاره، که گفته best for editing by other people. یعنی اگه میخواستین داخل اون سیستم عامل دیگه هم ویرایش کنین فایل پاورپوینتتون رو، میتونین اینو انتخاب کنین که اونجا مثلا ویرایش کردین یا این نبینین کل مثلا یه دونه الفش قشنگه، اینا بقیه‌اش یه فونت ایریال و عادیه، که خب این گزینه کاربردیه. ولی خب خیلی وقتا مثلا برای خود منم این گزینه embed font in file کار نمی‌کرد. این نکته اگه مفید بود حتما این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله هم فعال کن. اوکی.